هتل 13 طبقه برای خوک‌ها. جالبه بدونید چین دست به ابتکار فوق‌العاده عجیبی زده و یه هتل برای نگهداری خوک‌ها تأسیس کردن. چین تو ابتکاری تو زمینه ایمنی بیولوژیک برای اینکه خوک‌هاشون به بیماری مبتلا نشن یه هتل 13 طبقه درست کرده. تو یکی از همین هتل‌ها تو جنوب چین که با دوربین‌های مداربسته محافظت میشه بیشتر از 10,000 خوک به سبک آپارتمانی جا داده شده. بهتره بدونید دسترسی به این خوک‌ها کاملا محدوده. غذاهاشون با دقت داده میشه و خدمات پزشکی در اختیارشون قرار داده شده. دقیقاً این یه بیمارستان. بهتره بدونید گوشت خوک عمده ترین گوشت مصرفی چینیاست. هدف از ایجاد این هتل برای خوک‌ها برای اینه که خوک‌ها به ویروس‌هایی مثل تب خوکی آفریقای جنوبی، این بیماری حدوداً نصف خوک‌های چین رو از بین برد و پیامدهای خیلی ویرانگری تو صنعت پرورش خوک تو چین به راه انداخت. وقتی اینا به خوک‌هاشون اینجوری میرسن دیگه به انسان‌هاشون چجوری میرسن؟